سلام و درود فراوان. من آیان هستم و اینجا کانال خودتون یعنی کانال کریپتونر هستش. به ویدیو امروز خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم پست های مینوای بررسی کنیم و ببینیم که چه خبره. پس بدون معطلی بریم سراغ آموزش امروز. اینجا من اومدم و توی کانال تلگرامی که یک کانال فیک زدم، لینک کانال تلگرامی اصلیمون رو توی دیسکریپشن میذارم که خیلی قویه که منظور هرچی اتفاق بیفته رو میذاریم و چالش هم توش قرار میدیم و اگه انجام بدید استارز تلگرام برای شما واریز میکنیم. حله. اینجا نوشته که کمپین انحصاری مینفای فلان بهمان و فلان. یعنی اینجا من فلان میکنم، یعنی چیز مشکلی مثلا چیز واضحی نیست. اینجا گفته که مثلا به شما اگه توی بایننس ثبت نام کنیم به شما جایزه میدیم و اینجور داستانا که ما نمیتونیم توی بایننس ثبت نام کنیم واسه اون میگذاریم. اینجا نوشته ادراپ همین روی هاشه درک میکنیم. ببینیم اینجا چه نوشته، مهمه یا نه. آها، اینجا یک نکته مهم است. گفته که 90% از عرضه کل به جامعه واگذار خواهد شد. یعنی و اینجا میگه که فصل دومی وجود نداره. فهمیدی؟ یعنی میگه همه پولتو دریافت میکنیم، فصل دوی در کار نیست که بگیم همه پولتو نمیدیم فصل دو هست. و میگه که مثلا 100 میلیارد توکن عرضه میکنیم، 90 میلیونش به کاربرا میرسه. اینم یه نکته خوب بود. بعد اینجا نوشته اینجا نوشته که لیست به 30 اکتبر میره. معیار واجد شرایط بودن مقدار سکه ها خواهد بود، اما چندین برابر اوجی وجود خواهد داشت که من نمیدونم الان کدوم گزینه توی مینفای اوجی هستش، چون مثلا توی کت مشخص به اوجی پیسینا من الان نمیدونم. حالا یه بار میریم سراغ ربات رو نگاه میکنیم دیگه آخر ویدیو. بعد نوشته معیارها برای این تمرکز دارن که یک بازیکن وفادار مینفای واجد شرایط دکس تخصیص مشکل کور باونس ما ربات‌ها رو کاهش میدنیم شرکت کننده. میگه که ما ربات‌ها رو حذف میکنیم و کسانی که غیر صادقانه امتیاز کسب کردن رد صلاحیت میکنیم و بهشون هیچ توکنی نمیدیم. بعد اینجا نوشته که وزن رو غیر خطی بود و فلان بهمان. اینجا هم چیز مهمی نیست. گفته که تا 10 روز توی یک مقاله آشکار اسنپ شات گرفته نشده است. گفته که به زودی میایم و ایدراپ و سپس تیجی رو منتشر میکنیم. بعد اینجا گفته که ما تازگی به پاداش ها اجاره 3 برابر افزایش داده ایم. شاید این آخرین بار باشد. دعوت کنید کسب و درآمد کنید. آماده شو. فقط 23 روز تا ثبت نام. ماینینگ رو ادامه ده. خب اینجا هم چیزی نگفته. اینجا نوشته ستاره ها سکه و چرخش کجا می رویم. ما در بزرگراه لیست ها هستیم. خیلی از شما بچه ها میپرسن چه کسانی ادراپ میگیرن. همه پاسخ همه از برای من و بزرگ خواهد شد. گفته که باز منتشر میکنیم، قراره که منتشر کنیم. و گفته که هدف مینفای تبدیل شدن به یک برنامه برتر بازی در فضای تلگرام است. انتشار جدید بسته در ستاره ها بخشی از اجرای این چشم انداز است. یک مینفای جدید و به درستی گیمی شده. اطمینان از اینکه سهم شما به عنوان یک کاربر پاداش میگیرد اولویت اصلی ما است و با بروز رسانی های جدید به آن احترام میگذاریم. فلان بهمان. اینجا هم چیزی فروشگاه اسپین را بررسی کنید.
اینجا هم که چیز مهمی نیست. پایینم گفته که مینفای تاپ آباد آشنا شوید. این دروازه به مینفای بسیار ارزانتر است. از طریق تون چرخش دریافت کنید و 10% در خرید صرفه جویی کنید. معامله بهتری پیدا نخواهید کرد. اکنون شارژ کنید و ممکن است وارد یک لیست انحصاری شوید. کمپین مینفای ایکس بایننس و بایننس دیگه. پس بایننس رو که شنیدیم یعنی خداحافظ. باز گفت بایننس و تمام. پستاش این بود. الان من میرم سراغ ربات مینفای و نکات مهمتری رو در اونجا به خدمتتون عرض کنم. آره این صفحه اصلی ربات هستش. اینجور که میبینید اینجا میتونید پایین بزنید روی خرید کنید. اینجا داره لود میشه. توی این قسمت میتونید پول واقعی پرداخت کنید و چرخش به دست بیارید. این که فعلا لود نمیشه. یه لحظه من فیلتر شکنم عوض کنم بیام. آهان باز شد. اینجا نشون میده میگه که میتونی با 21 تا ستاره مثلا 100 تا اسپین بگیری، با 94 تا 500 تا بگیری، با 165 تا 1000 تا بگیری، با 650 تا 5000 تا بگیری، با 1500 تا 15000 تا بگیری اسپین. اینجا همش گذاشته. اینجوری میتونید بیاید روی خرید برای این بزنید. هر استارز هم 1000 تومن میفته الان. یعنی مثلا باید 1.5 میلیون بدی تا 15000 تا بگیری. این از این بخش. این بخشم کجا بود؟ آهان اینجا. میتونی نیم تون واریز کنی یعنی 200,000 تومن که به نظر من اینجا مثلا 500 ببینیم اینجا چند بود. 500 تا اینجا 100,000 تومن بود. اینجا میتونید بیاید اینجا که کجا؟ اینجا 150,000 تومن واریز کنی، 500 تا اسپین بگیری منظور، و 25 میلیون تا سکه هم بگیری. درسته؟ بعد اینجا اومده و گفته که میتونی اینجا بیای مینفای پریمیوم بشی که 500,000 تومن قیمتشه و توی شرکت توی قرعه کشی لامبورگینی و 3 روز در دبی شرکت کنی. این کجا رفت؟ این از اینجا. بعد حق بیمه اونم همینه. بعد اینجا گفته میتونی بایننستون رو بهش وصل کنی 50 میلیون بگیرید و کیکستون رو وصل کنید 20 بابا این کجا میره 20 میلیون بگیرید. بعد جا بخش چرخشی که فکر کنم همه بلدن. اینجا میتونید سکه دریافت کنید. این تموم شه. بعد دیگه هیچی دیگه، همین نکات این بود. حالا من میدونم الان بعضی میان میگن که آقا الان من نفهمیدم که الان بریم چرخش بخریم یا نه، مثلا چطور ستاره بخریم، چطور بریم اون چطور ستاره بخریم رو کی بگم؟ تا هفته بعد انشالله. تا هفته بعد خواهم گذاشت ویدیوش رو که چطور استارز بخریم ارزون بیفته فلان بیفته و خیلی هم ساده است. توی زیر 5 دقیقه میتونی حلش کنی و بیاری و دیگه همه چی حله. از اول اونو توضیح میدم، یعنی منظور چطور تون کوین بخری، تون کوین رو بفرستی اون ور و این ور، یعنی کامل میخوام توضیح بدم توی اون ویدیو. سراغ این که آیا میصرفه یا نه، میتونم بگم که الان مثلا این که زده 50% بیشتر، اینو بر چه اساسی زده؟ مثلا این 20 تا میده با 5 تا ستاره، پس میگیم 1000 چند برابر این هست؟ 50 برابر. 50 برابر این میشه 250 تا استارز، ولی این میده 165 تا استارز، یعنی 75,000 تومن انگار سود میکنی اگه بخوای اون مقدار رو بگیری. و توی هر یک دونش میشه 1500 تومن که زیاد نیست. این هم که 150 درصد سود داده، میگه که میدیم.
حالا در مورد اینکه بخریم یا نه من هیچ نظری ندارم، چون الان مثلا بگیم 5000 تا با 5000 تا میشه چیکار کرد. مثلا توی این قسمت میتونی با 5000 تا یه 2000 تایی باز اسپین بخری که نه بگیری. اینجا که میچرخه اون میده با 5000 تا بودن با 10000 تا میتونی یه 100 میلیون تا سکه بگیری که من الان 250 میلیون تا دارم. خودت دیگه در نظر بگیر دیگه. مثلا میتونی از این جون کاراکترت یه 7-8 میلیون کم کنی. یعنی در کل میتونی ما اینجوری بگیم 150 میلیون سکه به دست بیاری، 10 میلیون کاراکتر تو از جونش کم کنیم و دیگه هیچ، همین. حالا دیگه باید خودت در نظر داشته باشه. البته خودت هم در نظر نداشته باشی. من توی کانال چند تا ویدیو در مورد قیمت احتمالی مینفای دارم، حدود 2-3 تا ویدیوست. اونا رو برید ببینید، باز خودتون هم یه فکری کنید. اون قیمت ها هم احتمالی هستش، امکان داره به اون قیمت لیست نشه، کمتر یا زیادتر. اون رو ما هیچ کدوم نمیدونیم. قراره که 30 اکتبر هم لیست شه. یه ویدیو هم توی کانال وجود داره که چطوری بیایم و کیف پول بسازیم. توی کیف پول اتریوم پرداخت کنیم که نه اتریوم واریز کنیم، چطور کارمزد شبکهش رو پرداخت کنیم. توی کانال 4-5 تا ویدیو در مورد مینفای وجود داره. اما این نکته رو هم بگم، چند تا میجر هم همون ماژور، اون هم یه ایردراپ خیلی پرپتانسیله. حتما برید ویدیو اون رو هم که 4-5 تا ویدیو از اون توی کانال ما وجود داره هم ببینید چطور NFT رایگان از ماژور دریافت کنیم، قیمت احتمالیش چنده، چقدر به ما توکن میرسه، بریم ستاره پرداخت کنیم میجر بگیریم یا نه. همه اونا توی کانال هستش. بعد از اون یک ربات خیلی پرپتانسیل که احتمال داره به هر کس 300-400 دلار حتما بده، در حداقلین صورت نات پیکسل هستش که واسه خود نات کوینه. آموزش این که چطور 10 برابر که نه 10 برابر حدوداً، ولی بعضی موقع 600% یعنی 6 برابر سود کنیم، چطور روزی 1000 تا 2000 تا به دست بیاریم، هر 1000 تاش چند میشه. همه اونا رو توی اون ویدیو هم توضیح دادم، اون رو هم میتونید ببینید. و دیگه هیچی، انشالله سلامت باشید، دوستتون دارم، خدا نگهدارتون باشه. اما قبلش حتما به چنلم سر بزن که نه یه چنلمو سابم کن. خداحافظ.